لبیک. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد شما خوب هستید؟ الحمدلله، فضل خدا، سلامت باشید. استاد من برنامه شما را تماشا کردم در مورد مسائل روزه و خوب. استاد یک چیز را گفتم شما خواهش کنم که به همین مسئله یک روشنی بردازید و همون گروه و اون نفره که همین به همین کار دست می‌زنن از اون سفارش‌های از اون چی می‌دادیم. باش از منطقه گفتر ولایت پتلون توصیه تخریب رومانی استاد در روزه را در معین کردگی در ساعت چند بچوییم، اما همون مسئولان یا همون بعضی مسئولی جانبا تحشیر میکنن، خلاف خوری میکنن به همین چیز، به همین تخریب. گویا که اگر ایدی بخورن و از آن بزن یا مردم آگاه کنند به نهدار میشوند. گویا که همین چیز نادرست نگفتن که یک قسمتی مردم به از آن خونده شد ایدی تخریب، یک قسمتی مردم در داخل مسجد منتظر مؤذن و در وقت خود با نوفهمی‌ها بردن میرسانه. از شما خواهش میکنیم استاد که این مسئله را یک روشنی یاد کنیم و همون را باید چی میکردیم آگاهی خطمی دادیم. باشه. سلامت باشه. خیر برکتیت. من شد ممکن باشه اسکار روشن بگیم نوعیه کفانی و یک قسمت نوعیه وقت باشه. همه وقت به همین کار دست میزنیم. باشه. خیر برکتیت. موفق باشید. خدا باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکتیت. موفق باشید. تشکر. برادر خیلی با مورد گفتن. بعضی گوه میبینید انسان‌هایی که اونن یعنی درک و فهمی مثلا نمیروند، نمیدونم برای چی. خب برای خود نمایی است، برای شهرت است، برای خدا همین شهرت میشود. همین با کارهای دین و با کارهای خدا و با کارهای یعنی حساس و نازک و اعتقاد و ایمانی مردم دخالت کردن با همین راه شما برای خود شهرت میگیرید. یا اینکه خب این طرفی مسئله رو بگیریم. حالا هیئت شورای علما 25 نفر عبارت از 25 نفر دانشمندان اسلام. علاوه بر این ما همکاری با انستیتوت استرافیزیکای اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان همکاری رسمی داریم. اونجا هم الحمدلله مسلمان هستن کارگران اینا همه به پرگی و از خدا میترسن. این یک طرف. ولی طرف دیگری مسئله حالا که همین معلوماتی که از شورای علما یا اینکه انستیتوت استرافیزیک یا دیگر جهات و متخصص هایی که معلومات پیشنهاد می شود یکو منفیت مالی دارن یا منفیت سیاسی که شما قبولش ندارید. و چی منفیت دارد برای ما؟ چی منفیت؟ یعنی مرکز اسلامی و شورای علما برای این معلومات دروغ پیشنهاد کردن پول و پیسه میگیرد از کسی؟ و چی ضرورت دارد که خود را آسی میکنید، گناهگار میکنید، رسوا میکنید؟ قبیح هم شود بعضی ها در مسئله روزی یا چند نفری گپی همونو رو میگیرد، بعد همون که چند نفری گپشون رو میگیرد بعد میگه نه ما حال فلان روز عید میکنیم. حتی تو درجه که ماه شوال نمایان است. نماز شما ماه شوال را دیدم گفتن که بابای ملا ماه شوال ماه دیار است، ما روزه دار هر دو باز روزه بگیریم. گفتن شما مخلوق هست، ما هم مخلوقیم، باید ما روزه بگیریم، ما قطعی اینو نمیگیریم، ما علیده باید بگیریم. از خدا بترسید، از برای خدا. و چی ضرورت دارید شما یک باری وزنین، یک عصیان و یک آسیگی و بدبختی و یعنی گناه و معصیت رو بالای خود بار میکنید؟ با مجرد وقت شدن خب از اون رو شنیدید یا از اون رو نشنیدید، روزه شکایدن به از اون هیچ ارتباطی ندارد. روزه شکایدن به وقت ارتباط دارد. مادامی که وقت در آمد خب مؤذن نشد تو نمازی خفتن کسی از اون نگوید نیستید که اون از اون میگوید. و در کجا آمدگی است که از اون شنیدید بعد روزه رو بشکایید، از اون نشنیدید روزه رو نشکایید؟ تقویمی که پیشنهاد شدگی است برادران اهل اسلام در نتیجه سنجش، پیگیری، درک، فهم، بحث، بررسی با وجود این که ریاست مرکز اسلامی با مصلحت و مشورت و یعنی پیگیری و خب با کارشناسان و متخصصان و متخصصی ورزیده ای که هر روز حالا بعضی همین نه ما
شوال کار دارن، نه ماه محرم کار دارن، نه ماه رجب کار دارن، نه ماه شعبان. عموما تصورات ندارن. بعد میاین در ماه مبارک رمضان میچسبن، یا به نماز عموما کار ندارن، بعد میان در همین رمضان میچسبن. نکنید این کار رو، این بدبختی میارد. همین اداره دینی مسئول دنیا و آخرت است، در دنیا و آخرت جواب میگوید. برای همین شما کار نگیرید. یعنی من دلم میسوزد که وقتی خود رو آسی و گناهگار میکنید. در این ماه اجابت دعا همه بینندگان ما رو و اهل و خانواده و پیوندان و نزدیکانش رو و وطن عزیز و محبوب همه ما و شما رو همیشه در حفظ حمایه و پناه خودش نگه بدارد. همیشه فیض و خیر و برکت و به همه بینندگان عزت و سعادت ابدی نصیب و رجوع بگرداند. موفق و کامیاب باشید.